آیا میدونی ازدواج با یه فرد مقیم یا شهروند سوئد میتونه یه مسیر سریعتر برای گرفتن اقامت باشه؟ اما این کار به این راحتی ها هم نیست. خیلی ها به خاطر نداشتن اطلاعات کافی دچار مشکل میشن یا درخواستشون رد میشه. اگه تو نمیخوای این اشتباهات رو مرتکب بشی، پس حتما تا آخر این ویدیو همراه من باش. سلام، من ماجده هستم. شما در حال تماشای کانال زندگی به سبک سوئد هستید. امروز میخوایم در مورد اقامت از طریق ازدواج صحبت کنیم. پس همراه هم باشید. برای درخواست اقامت از طریق ازدواج همسر شما باید مقیم یا شهروند سوئد باشه. رابطتون باید مستند و واقعی باشه، یعنی باید ثابت کنید به اداره مهاجرت که این رابطه سوری نیست. میتونید از عکس‌های 2 نفره‌ای که دارید، چت‌هایی که داشتید، ازشون پرینت بگیرید یا اینکه سفرهای مشترک سعی کنید با همدیگه داشته باشید تا بتونید ثابت کنید به اداره مهاجرت. حالا به چه مدارکی شما احتیاج دارید؟ باید حتما پاسپورت معتبر، گواهی ازدواج اگه ازدواج کردید یا مدارکی داشته باشید برای اثبات رابطتون، فرم‌های تکمیل شده درخواست اقامت و مدارک مالی همسرتون که نشون بده که میتونه تو اون مدتی که شما مشغول به کار نیستین ازتون حمایت مالی کنه. یه نکته همین جای کار بهتون بگم، اگه هنوز ازدواج نکردید یا قصد دارید در آینده ازدواج کنید، میتونید از طریق نامزد هم اقدام کنید، ولی اون شرایط خاص خودشو داره. بخش بعدی مراحل درخواست مصاحبه است. مرحله اولش ثبت درخواست آنلاین در سایت اداره مهاجرت سوئد هستش. مرحله بعدی ارسال مدارک و پرداخت هزینه هاست. مرحله سوم دریافت وقت مصاحبه در سفارت سوئد تو کشور خودتونه. مرحله بعدش میشه مصاحبه حضوری برای اثبات واقعی بودن رابطه. و مرحله آخر بررسی پرونده توسط اداره مهاجرت و دریافت پاسخه که این ممکنه چند ماه طول بکشه. یه نکته دیگه اینجا بهتون بگم بچه‌ها، مصاحبه خیلی مهمه. ازتون میپرسن چطور آشنا شدید، کی آشنا شدین، یا اینکه ازدواج کردید یا نه، یا رابطتون چطوره. همه این سوالا ازتون پرسیده میشه و سعی کنید که جواب واقعی بدین تا اطمینان پیدا کنن که رابطه شما رابطه سوری نیست. حالا بیایم چالش و نکات مهم رو بررسی کنیم که چرا بعضی از درخواست ها رد میشن. عدم ارائه مدارک کافی یکی از دلایل رد درخواست میتونه باشه. مثلا اگه عکس‌های مشترکتون کامل نباشه یا اینکه بخواد شک برانگیز باشه، ممکنه که اداره مهاجرت درخواستتون رو رد کنه. پس خیلی دقیق باشید. وجود تناقض در مصاحبه. اگه حرفای شما با همسرتون یکی نباشه، مثلا از شما بپرسن که شما چه روزی ازدواج کردید، شما بگین ما 24 مهر ازدواج کردیم ولی همسرتون بگه ما 24 آبان ازدواج کردیم. پس خیلی به تاریخ‌ها، به خصوص به تبدیل تاریخ از خورشیدی به میلادی دقت کنید و هر دوتاتون یه تاریخ رو سعی کنید، یعنی باید یه تاریخ رو بگین، نه که سعی کنید تا هیچ شک و شبهه‌ای اون وسط نباشه. عدم تمکن مالی همسرتونم میتونه یکی دیگه از دلایل باشه. اینکه همسر شما باید اینو به اداره مهاجرت ثابت کنه که میتونه هزینه‌های خودش و هزینه‌های شما رو تقبل کنه. سوء استفاده از قوانین. حالا این چیه؟ اداره مهاجرت خیلی روی مسائل ازدواج حساسه و همیشه با این دید نگاه میکنه که این ازدواج ممکنه سوری باشه. پس خیلی تو این قضیه که رابطه شما واقعی هست یا نه دقت داره. پس حواستون به این گزینه باشه و اون چیزی که هست و واقعی رو توی مصاحبهاتون و تو مدارکتون بهشون ثابت کنید. حالا چه راهکارهایی وجود داره؟ قبل از مصاحبه حتما با همسرتون بشینید و سوالا رو یکی یکی با همدیگه هماهنگ کنید که جواباتونم با هم یکی باشه و هیچ شک و شبهه‌ای رو برای اداره مهاجرت نذاره. همه مدارک رو با دقت آماده کنید و حتما اطلاعاتتون رو واقعی بدید. پس اگه قصد داری از طریق ازدواج اقامت بگیری، حتما همه نکات رو رعایت کن تا دچار مشکل نشی.
به نظرت سخت ترین قسمت این پروسه چیه؟ لطفاً توی کامنت ها برام بنویس. اگه سوالی داری حتما بپرس و یا اگه تجربه این کار رو داشتی، در حال انجام پروسه هستی، مصاحبت رو انجام دادی، لطفاً توی کامنت ها بنویس، چون خیلی از دوستان هستن که تو مرحله اول و قبل از مصاحبه هستن، میتونن با دیدن کامنت های شما یه ذره روحیه بگیرن. لطفاً ویدیو رو لایک کن. اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردی لطفاً انجامش بده. زنگوله رو بزن تا هیچ ویدیو و خبری از سوئد رو از دست ندی. اگه ویدیو برات جالب و مفید بود لطفاً برای دوستاتم بفرست، ممکنه به درد اونا هم بخوره. روز و روزگارتون خوش باشه. مراقب خودتون باشید تا ویدیوهای بعدی. پوست و کلام.